تلویزیون سامسونگ اومده 46 میگه نورش کم و خاموش میشه. حالا باز کنیم چک کنیم این مشکلش چی میتونه باشه. مدل UA 46EH 5300R. تعویض کردیم و یه خازن توپلتر درشتری زدیم بهش. خب این هم نتیجه کار. بسیار خوب و عالی. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مرسی. خدا نگهدار.